که اگر نکاح حلاله کرد به شرط حلاله، گفت که به شرط نکاح میکنیم که حلالش میکنی باز طلاقش میکنی، همین چیز کراهیت دارد، لیکن با وجود این هم برای شوهرش اون زن چی میشود؟ حلال میشود. این بازی با دینه، این بازی با دینه و خود این شخص از ملعونان به زبان پیغمبر، این مولایی که این حرف زده، لعن الله المحلل والمحلل له. این یکی. شبکه توحیدی ایمانی زلال تقدیم می کند. آقای باباجان از تاجیکستان، دکتر صاحب نورچشم دوست داشتم، خواهش میکنم خدا چشماتون رو روشن کنه. لطفاً به سوالات زیر با تفصیلات بیشتر صحبت میخوام ویدیو جور کنم. مولاهای تاجیک حلاله را جایز میدن. آیا حلاله در اسلام جایز است؟ لعن الله المحلل والمحلل له. پیامبر خدا میفرمایند خداوند کسی را که محلل باشه و کسی را که برای اون هم تحلیل بکنه، هر دو را لعنت کرده. مثلا مردی همسرش را 3 طلاق میدهد، از دیدگاه 4 مذهب حرام است که دیگر با هم عقد کنند. الان مولا پیدا شد میگه همسرت رو با مرد دیگر نکاح کن و فقط به اندازه یک شب خوانداری نمود و بعد صحبتش همسرش طلاق داد. نه، این بازی با دینه، این بازی با دینه و خود این شخص از ملعونان به زبان پیغمبر، این مولایی که این حرف زده، لعن الله المحلل والمحلل له. این یکی. ثانیاً اینی که 3 طلاقی کرده، مسائل طلاق یعنی به هم زدن خانواده. تا حد امکان انسان بتونه فتوایی پیدا کنه از مذاهب اربعه یا غیر اربعه یا از اقوال شیخ الاسلام ابن تیمیه که خانواده نپاشه بهتره، مادامی که یکی از علمای راستین و صادق و ائمه‌ای که لسان صدق در امت دارن به چنین رأی رفته و غیر مقلد بودن، فایدهش در همین جاست و در یک مذهب تقلید کردن مصیبتش هم در همین جاست. قطع میکنیم. بعضی میگن که سلطان محمد خدابنده که ایران به زور شیعه کرد بعد استعمال صفوی، زنشو طلاق داده بود. نمیدونم داستان تا چه حد درسته. بر مبنای فقهای اربعه طلاق شده بود. شیعه گفتن نه طلاق نیست، همه ایران شیعه کرد. یک از اقواله، یعنی داستانیه، لیکن به هر حال دوگم مذهبی مصیبت های خودشو داره. این نصیحت من به طالبانه، نصیحت من به مقلدان زاهدانه. من پدرم به یک مذهب فتوا نمیداده ولی مردم نمیگفته، مادرم برام حکایت میکرد. با وجودی که خودش در مذهب حنفی چنان قدم راسخ داشته که بر بزرگترین کتاب مذهب حنفی که فتاوای شامی یا درالمختار باشه حاشیه نوشته. بعد علامه شامی رو خواب دیده که چرا شکم من لگد میزنید دست برداشته.